من و بابا و مامانم یه خانواده 3 نفریم که توی ساختمانی 26 طبقه زندگی میکنه. توی ساختمون ما طبقه بالای ما آقا پرویز خیلی پسر گل و مستعدیه. فقط یه مشکل داره که خیلی سرفه میکنه و این سرفه های بلند و طولانیش باعث شده کل ساختمون ازش کلافه بشن. ساختمون فکر میکردن دلیلی که انقدر سرفه هاش طولانی و بلنده اینه که یک بیماری خاص داره و به خاطر اینکه پول نداره پیش دکتر نمیره. برای همین پیروز پیش هم جمع شدیم، پول روی هم گذاشتیم و قرار شد که من و بابام بریم این پولو بدیم به آقا پرویز تا بده این وسیله بره پیش دکتر و خودش درمان کنه. اون روزی که ما رفتیم جلوی خونه آقا پرویز و زنگو زدیم، یه پسر خوشتیپ در رو باز کرد. پسری که اصلا بهش نمیخورد مریض باشه. آخه میدونید به نظر میرسید کسی که اون سرفه ها رو بکنه خیلی مریض تر از این حرفا باشه. وقتی داشتیم راجع به این که ما قرار این پولا رو بهش بدیم صحبت میکردیم، یهو یه صدای سرفه از توی دستشویی شد. از اون جایی که اون خونه تک نفره اجاره شده بود و اون صدای سرفه همیشه میومد و خیلی برای من و بابا آشنا بود، ما تصمیم گرفتیم بدون اجازه آقا پرویز بریم تو خونه و تو دستشویی رو نگاه کنیم. توی دستشویی یه پسر 5 ساله بود که با زنجیر بسته شده بود. اون پسر آسم داشت، برای همین همیشه سرفه میکرد. ثانیه‌ای که برگشتیم تا از آقا پرویز پرسیم که این یعنی چی، دیدیم که آقا پرویز غیب شد. خلاصه ما اون پسر رو از زنجیر آزاد کردیم و به پلیس زنگ زدیم. بعدن از پلیس شنیدیم که آقا پرویزی اصلا در کار نبود. اون مرد در از بزرگترین متجاوز آمریکا